سلام دوستان گرامی، امیدوارم که روزتون بخیر باشه، حالتون خوب باشه. من امروز اومدم با این آموزش موتیف زیبا که کارایی مختلفی داره و من یه نمونه از کاراییش رو برای شما میذارم که شما ببینید. خیلی قشنگه و امیدوارم که براتون مفید باشه و بتونید استفاده کنید. من کانوا رو براتون نمیگم که از چه کانوایی استفاده کنید یا از چه قلابی، چون میتونید شما از کانواهای اضافه داخل منزلتون استفاده کنید. بستگی به ضخامت کانواتون داره که چه قلابی رو باید استفاده کنید. برای شروع کار ما احتیاج داریم به یه حلقه جادویی. حلقه جادویی ببینید دوستان، حلقه جادویی به این طریق میشه زد و بعد از اون 3 تا زنجیره میبافیم. این 3 تا زنجیره برای ما حکم پای بلند رو داره و داخل این حلقه جادویی ما باید به غیر از این 3 تا زنجیره 15 تا دیگه پای بلند ببافیم. ببینید پای بلند میشه، نخو میندازیم داخل رو قلاب، 4 تا نخ میاد، 2 تا یکی میکنیم، 2 تا یکی. دقت کنید ببینید نخ رو قلابه، از داخل حلقه جادوییمون رد میکنیم، 2 تا یکی، 2 تا یکی، به این میگم پای کوتاه. و ما احتیاج داریم برای بافت این موتیف زیبا به 16 تا پای بلند. خب دوستان عزیزم، من 16 تا پای بلند رو بافتم. نخمو میکشم، حلقه جادوییمون رو جمع تر میکنم و اینجایی که 3 تا زنجیره زده بودم میام یه دونه بست میزنم، کار به هم وصل میشه و مجددا 4 تا زنجیره میزنم و روی هر یه دونه از این پای بلندا باید یه پای بلند ببافیم. این رج بعدیمون میشه به این صورت که روی هر پای بلندمون یه پای بلند میبافیم و یه زنجیر میزنیم. ببینید روی هر پای بلند یه پای بلند و یه زنجیر. این کار باید تا آخر رجمون ادامه بدیم. یه پای بلند، یه زنجیر رو هر پس پای بلندمون، یه پای بلند، یه زنجیر تا انتهای رج به این صورت میبافیم. خب دوستان گلم، من 16 تا پای بلند که بین هر پای بلندم یک زنجیره بود و زدم. حالا میام تو این 3 تا زنجیره رج اول رجب یک بست میزنم، کار رو بست میکنم. دقت کردید؟ حالا دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم. ما اینجا باید داخل این زنجیره های رج قبلمون 3 تا پای بلند ببافیم. ببینید این 3 تا زنجیره اولمون که خب خودش حکمه پای بلند رو داره، من دومین پای بلند رو بافتم و این سومین پای بلند. یه زنجیره میزنیم و دوباره میریم ادامه کار. 3 تا پای بلند داخل این پای بلندای قبلیمون که یک زنجیره داشتیم 3 تا پای بلند میبافیم، یه زنجیره. ببینید دوستان، این قسمت من 3 تا پای بلند میبافم. دقت کنید ببینید، این یه پای بلند، 2 تا پای بلند، 3 تا پای بلند، یه زنجیره. کار ادامه داره تا آخر رج هم به همین شکل بافته میشه. خب عزیزای دلم، من تو هر پای بلند رج قبلی 3 تا پای بلند بافتم، یه زنجیره
که کلا شد 16 تا 3 پایه بلندیه. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تا 3 تایی ما داریم. حالا میایم اینجا ادامه کار. این 3 تا زنجیره رج اول رج که داشتیم رو یک بست میزنیم و کار وصل میشه به هم و حالا میایم با 3 تا زنجیره، ببینید 2 تا پایه رو رها میکنیم، تو پایه سوم یه پایه کوتاه میبافیم. ببینید 1 2 3 و 2 تا پایه رو رها میکنیم، 2 تا پایه بلند رها میشه. نگاه کنید یه پایه کوتاه، 1 2 3 4 4 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند رها میشه، یه پایه کوتاه میزنیم. این رجم به این شکل ادامه داره تا انتها. پس 4 تا زنجیره میزنیم، 2 تا پایه بلند رو رها میکنیم، تو پایه بعدی یه پایه کوتاه میبافیم. خب دوستان عزیز، من به انتهای این رج رسیدم. 4 تا زنجیره رو میزنم و میام اینجایی که 4 تا زنجیره رج اول ابتدای رجمون داشتیم رو یک بست میزنم، یه پایه کوتاه میبافم، یه زنجیره میزنم و تو این قسمت 4 تا پایه بلند میبافم که 2 تا پایه بلند اول رو میزنم، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند بعدی. ببینید پس اینجا شد یه پایه کوتاه یه زنجیره، 2 تا یه پایه کوتاه یه زنجیره، 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند، یه زنجیره، یه پایه کوتاه، یه زنجیره و دوباره میایم 4 تا پایه بلند میبافیم که بین 2 تا پایه بلندامون، ببینید 2 تا پایه بلند زدم، 2 تا زنجیره، دوباره 2 تا پایه بلند میزنم، ببینید یه زنجیره، یه پایه بلند، یه زنجیره و دوباره این قسمت. البته براتون اینم توضیح بدم که دوستان عزیز که خوب متوجه بشید. ببینید داخل این زنجیره های 4 تاییمون که 16 تا داشتیم 8 تا پایه کوتاه و 8 تا پایه بلند بافته میشه. ببینید من الان تو این قسمت 4 تایی یه پایه کوتاه بافتم، میام تو این قسمتی دیگه ببینید 4 تا پایه بلند میبافم. ببین یه پایه بلند، 2 پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند. ببینید این سومین پایه بلند من، 4می یه زنجیره و دوباره تو این قسمت دقت کنید، تو این قسمت یه پایه کوتاه میبافم، یه زنجیره میزنم و داخل این 4 تا زنجیره 4 تا پایه بلند میبافم و این رج ما به این صورت ادامه داره. ببینید 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و ادامه کار دوباره 2 تا پایه بلند، یه زنجیره، ادامه بافت و انجام. خب عزیزای دلم، من به انتهای رج رسیدم. 4 تا پایه بلندم و زدم، 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند، یه زنجیره. میام تو این قسمت پایه بست میزنم، کارو پایه بست زدم. حالا میام 4 تا زنجیره میبافم و تو این قسمت 2 تا زنجیره پایه بلند رج قبلم یه پایه کوتاه میبافم. میخوایم اینجا پیکوت بزنیم.
پیکوت چه شکلی بافته میشه دوستان؟ 3 تا زنجیره من میبافم. این 3 تا زنجیره قلاب رو از پشت اینجا این قسمت رد میکنم. ببینید نخو میکشم بیرون و یه بس میزنم. این شد پیکوت. حالا دوباره 4 تا زنجیره میزنم، میام تو این قسمت یه پای کوتاه میبافم، دوباره 4 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت یه پای کوتاه میبافم، 4 تا زنجیره میزنم، تو قسمت پای کوتاه یه پای کوتاه میبافم، مجددا 4 تا زنجیره میزنم، داخل این 2 تا زنجیرم یه پای کوتاه میبافم، چون دوباره میخوایم پیکوت ببافیم 3 تا زنجیره میزنم، نخو از این پشت رد میکنم، قلابو از این پشت رد میکنم، نخو میکشم بیرون و به وسیله پای بستمون پیکوت رو میبافم. ببینید دوستان، نگاه کنید، یکی در میون ما پیکوت میبافیم. پس الان دوباره چیکار میکنیم؟ 4 تا زنجیره میبافیم، تو پای کوتاهمون یه پای کوتاه میزنیم، مجددا 4 تا زنجیره میزنیم و داخل این 2 زنجیره پای بلند رج قبلمون یه پای کوتاه میزنیم، 4 تا زنجیره میبافیم و داخل این پای کوتاهمون یه پای کوتاه میزنیم. ببینید اینجا دیگه پیکوت نداشتیم، دقت میکنید، ببینید این قسمت پیکوت نداشتیم ولی این قسمت داشتیم. پس ما یکی در میون پیکوت میزنیم. الان 4 تا زنجیره میبافم، داخل این زنجیرم یه پای کوتاه، 3 تا زنجیره برای بافت پیکوت، نخو قلابو از این پشت رد میکنم، نخو میارم بیرون و یه بس میزنم. دوباره مجددا 4 تا زنجیره، داخل پای کوتاهمون یه پای کوتاه، 4 تا زنجیره و داخل این 2 زنجیرمون یه پای کوتاه میبافیم. اینجا دیگه نیاز نداریم پیکوت ببافیم چون اینجا بافته شده. 4 تا زنجیره میزنیم، داخل این پای کوتاه یه پای کوتاه میبافیم، مجددا 4 تا زنجیره میبافیم، داخل 2 زنجیره یه پای کوتاه، 3 تا زنجیره، چون دوباره میخوایم پیکوت ببافیم 3 تا زنجیره زدیم، قلاب رو رد میکنیم، نخو از داخل میکشیم و یه بس میزنیم. پس نگاه کنید، ببینید دوستان من، ما الان اینجا 4 تا پیکوت داریم. نگاه کنید، 1 2 3 4. دوباره 4 تا زنجیره میبافیم، تو این قسمت پای کوتاه یه پای کوتاه دیگه میبافیم، 4 تا زنجیره، این قسمت بین 2 تا زنجیرمون یه پای کوتاه، 4 تا زنجیره و به این قسمت کار یه بس میزنیم و کار تمام. ببینید دوستان عزیزم، اینم آخر کار ما با 4 تا پیکوت. ببینید 1 2 3 4 تا پیکوت و این نخ رو هم میاییم داخل کارمون میبافیم و
اضافه نخمون رو هم میچینیم و اینم یه موتیف بسیار زیبا و شیک. امیدوارم که براتون مفید باشه و بتونید استفاده کنید از آموزش‌های من. اگر براتون انشالله مفید باشه، مرسی که همیشه همراه هم هستید. با من باشید با آموزش‌های جدید و بیشتر.